ده صبح. تاشم شما معلوم بکنید، هر چقدر خواستین بشید. خب ما یک مدت کمی مطلب بعدیمون رو معرفی بکنیم، فقط بعد برمیگردیم به اون مسئله‌ای که هفته پیش دادیم که قرار بود شما حل بکنیم. ما اینجا خودمون بحث بکنیم و بعد دیگه دو مسئله دیگه هم حل بکنیم و اون درس دیسیژن تیوری تموم میشه. فعلا میخوام در مورد کامپاوند ولیو یا کلا چیکار کنم. یه جلو داریم، یه ردیف جلوتر که هست که اینجا یه جلوتر چیکار کنم. کپیتال باجتینگ یا بودجه بندی یا تقریبا همون فیزیبیلیتی استادیز که ما سابجکت اصلی درسمون هست. اینا چون میخوان در موردش صحبت کنیم، ولی ابتدا باید در مورد کامپاوند ولیو یا ارزش مرکب صحبت بکنیم. ما چندین هدف داریم توی این درس، توی این قسمت درس. یکی اینکه یک پروژه‌ای رو ارزیابی بکنیم که انجام بشه یا نشه، اقتصادی هست یا نیست، به طور واقعی، به طور حقیقی در شرایط مختلف. این یک سوال. یکی دیگه که به شما ثابت کنیم، یعنی شما خودتون قبول کنین که پول ارزش زمانی داره. پول یک ارزشی تا به حال شما در موردش همیشه صحبت کردین، اونم ارزش تعدادیش بوده. 1000 تومان از 500 تومان بیشتره تعدادی. حالا یک زمانی هم ما یک بعد دومم بهش اضافه بکنیم. برای این کار از فرمول‌های بهره مرکب یا سود مرکب شروع میکنیم. از پله اول شروع میکنیم. بازم خواهش من اینه که هرچی از قبل بلدین بذارین کنار، ما سریع میرسیم به اون جایی که شما بلدین، به اون سطح خواهیم رسید. شما نگران نباشین، هرچی از قبل بلدین همین الان اصلا فراموش کنین، خیلی بهتره. پس از پله اول شروع میکنیم، ولی خب سریع میرسیم به اون جایی که هدفمون هست. اگر که بگیم 1000 تومان شما پول دارین، اینو میذارینش توی بانک، ساده، توی حساب پسنداز 1000 تومان میذارین توی حساب پسندازی که نرخ 18% به ما بهره میده. پس از یعنی هر سال این 1000 تومان به ما، اون یا اون بانک به ما از بابت این 1000 تومان 180 تومان بهره خواهد داد. درست همینه دیگه. اگر که 5 سال اینو ما حساب بکنیم، 180 ضرب در 5 900، یعنی پس از 5 سال 1000 تومان ما به این طریقه تبدیل شده به 1900 تومان. خوب دقت کنیم، ما اینجا در مورد اینکه سود چقدر بگیرین کاری نداریم. ما به این قسمت آخرش بیشتر کار داریم که پس از چند سال چقدر پول تبدیل به چقدر خواهد شد.
به این مطلب کار کنیم. ولی به هر حال این طریقه سیمپلیست اینترست یا سود ساده، بهره ساده که یک پول رو میذاریم تو بانک و بعد از 5 سال تبدیل میشه به 1900 تومان. اگر همین پول رو ما بذاریم تو بانک و برش نداریم، همونطور بمونه برای 5 سال، در آخر سال صفر ما یک قراری با هم همینجا بذاریم که همه چی رو که الان رو بذاریم آخر سال صفر، به جایی که بگیم اول سال 1 بگیم آخر سال صفر. الان فرمولامون بر مبنای آخر سال همه درست شده، جدولامون بر مبنای آخر ساله و الان به جایی که بگیم اول ساله بگیم آخر سال صفر. پس الان در آخر سال صفر ما 1000 تومان اگر پول داشته باشیم بذاریمش تو بانک با بهره 18%، در آخر سال 1 خواهیم داشت 1000 ضرب در 1/18. میخوام ببینیم چقدر میشه، نمیخوام بدونیم چقدر بهره میگیریم و چقدر میشه پولمون. ضرب در 1/18 میشه 1180. درست؟ همین پول میمونه تو بانک، یعنی در آخر سال 2 1180 باز دوباره خودش ضرب در 1/18 میشه که میشه 1392. باز همین 1392 خودش ضرب در 1/18 میشه که میشه 1463. به همین طریق و بالاخره بعد از 5 سال که سوال اصلیمون هست 1939 ضرب در 1/18 مساوی میشه با 2288. حالا مطلب اینه که این 1000 تومن ما پس از 5 سال تبدیل شد به 2288 تومن. سوال همینه، مطلب مهمش فقط همینه که 1000 تومن ما با نرخ سود 18% در سال تبدیل شد به پس از 5 سال شد 2288. یه خورده ای کلماتمون رو تغییر بدیم به اون جایی میرسیم که ما میخوایم برسیم. 1000 تومن با نرخ رشد 18% در سال پس از 5 سال تبدیل میشه به 2288. به جای سود و بهره بگیم رشد، چون اینجا موضوع سرمایه گذاری هست. خب بیاییم حالا همین کار رو هر وقت که ما میخوایم یک نرخ رشدی رو، یک میزان رشدی رو حساب بکنیم که نباید این همه راه رو بریم، بیایم فرمولش بکنیم، سادش بکنیم. اگر که این 18% رو بذاریم آی، بنابراین 1 به علاوه 1/18 میشه 1 به علاوه آی. این پولمون در سال صفر رو بذاریم پول در سال صفر و بنابراین این اعداد رو هم بذاریم در همون سال خودش، بنابراین پول در سال 3 مثلا.